سلام به مخاطبای باحال کانال دنیای سلبریتی ها. بهروز بوشوقی هنرپیشه محبوب و دوست داشتنی در محل اجرای کنسرت نمایش 300 تو سن خوزه آمریکا حاضر شد و با استقبال گرم عوامل این نمایش و تشریف‌های بی‌امان تماشاچی‌ها روبرو شد. کنسرت نمایش 300 بعد از اینکه تو ایران 140,000 مخاطب رو به کاخ سعدآباد کشوند، حالا تو آمریکا مشغول روایت کردن میهن پرستی ایرانیانه. 300 کاری از سهراب پورناظری و نوید محمدزاده، بهرام رادان، بهرام افشاری، گوهر خیراندیش، دلنیا آرام، علی براتی، هدیه آزیدهاک و اهورا ابوالحسنی بازیگران این پروژه هستند. همچنین استاد علی نصیریان هم روی پرده نمایش این پروژه حضور ویدیویی داشت. نمایش 300 6 سال بعد از حمله مغول به نیشابور اتفاق میفته و روایتگر مبارزه مردم برای حفظ هویت و میراث فرهنگی ایران. یه ویدیو از حضور بهروز بوشوقی روی صحنه این نمایش و استقبال گرم عوامل و تشویق‌های تماشاچی‌ها رو با هم ببینیم. اما قبلش ممنون میشم پیجمون رو سابسکرایب کنید، ویدیومون رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. یکی از قشنگ‌ترین شب‌های منه که این هنرمندای عزیز رو اینجا دیدم. علاوه بر این شما جمعیتی که با استقبال کردین از این برنامه، من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.